در جهانی که با نامعلومی، اختلاف و تغییرات سریع مواجه است، نیاز به دیدگاه‌ها و رویکردهای تازه برای پاسخ به چالش‌های جهانی بیشتر از همیشه است. آیین بهایی نگرشی منحصر به فرد را برای دیدن و مواجهه با وضعیت پرتلاطم جهان ارائه می‌دهد. با تاکید بر وحدت، عدالت و یگانگی نوع انسان، این آیین نسبتاً جوان ولی در حال رشد سریع در سطح جهانی برای هدایت در گذر از پیچیدگی‌های یک جهان آشفته، بینش‌ها و راهنمایی‌های ارزشمندی عرضه می‌دارد. آیین بهایی در نیمه دوم قرن 19 میلادی توسط بهاءالله پیامبر الهی بنیانگذاری شد. او آغاز دوره جدید از بیداری روحانی و تحول اجتماعی را اعلام نمود. تعالیم بهاءالله طرحی برای ایجاد یک جامعه جهانی عادلانه و هماهنگ ارائه می‌دهد. محور این تعالیم یگانگی نوع انسان است، یعنی نوع بشر اعضای یک خانواده هستند. برای درک دیدگاه بهایی نسبت به وضع آشفته جهان لازم است به چالش‌ها و بحران‌هایی که امروز بشریت با آن مواجه است توجه کنیم. این بحران‌ها شامل موارد زیر است: بی‌عدالتی اجتماعی، نابرابری، تبعیض و سرکوب سیستماتیک در بسیاری از نقاط جهان باعث نارضایتی اجتماعی و ناآرامی در بین جوامع محروم می شود. تغییرات آب و هوا، کره زمین با چالش‌های محیط زیستی بی‌سابقه‌ای مواجه است، از جمله تغییرات آب و هوا، تخریب جنگل‌ها و انقراض تنوع زیستی که رفاه نسل‌های آینده را به خطر می‌اندازد. اختلاف و جنگ، منازعات نظامی و تنش‌های جغرافیایی و گسترش تسلیحات به صورتی انکارناپذیر صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند. اختلافات طبقاتی، فاصله طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا در حال افزایش است که منجر به ناپایداری اقتصادی و فروپاشی اجتماعی می‌شود. زوال اخلاقی و معنوی، کاهش ارزش‌های اخلاقی و فقدان معنویت به زوال انسجام اجتماع و آسایش فرد منجر می‌شود. کلید موفقیت در مقابله با این چالش‌ها در اصول و ارزش‌های وحدت، عدالت و تحول معنوی قرار دارد. وحدت یکی از تعالیم بهاءالله یگانگی نوع انسان است که نه تنها یک آرمان والا بلکه یک ضرورت عملی است. او خواهان رهایی بشر از دام تعصبات است، چه بر اساس نژاد، مذهب، جنسیت و یا ملیت باشد. این اصل مستلزم یک تغییر اساسی در دیدگاه بشر است و افراد و جوامع را به شناخت شرافت و ارزش ذاتی نوع انسان تشویق می کند. عدالت پایه و اساس آیین بهایی است و همه به تلاش فعالانه برای حمایت از حقوق سرکوب شدگان و ستمدیدگان و ترویج برابری جنسی و عدالت اقتصادی و ایجاد سیستم‌ها و نهادهایی که منعکس کننده اصول عدالت و انصاف باشند دعوت شدند. تحول معنوی یکی دیگر از تعالیم بهاءالله آن است که دگرگونی واقعی از سطح فردی آغاز می شود. او همه را به پرورش صفات عالی روحانی مانند عشق، همدردی و فروتنی تشویق می کند. با تجلی این خصائص افراد می توانند همزمان در تحول مثبت جوامع خود و در نهایت جهان مؤثر باشند. Today we are here gathered to have a picnic
چشمانداز آیین بهایی برای جامعه آینده با نیازهای مبرم جهان امروز همخوانی دارد. تحقق آن جامعه مستلزم موارد زیر است: سرپرستی مسئولانه کره زمین، مدیریت منابع با رویکرد پایدار، اتخاذ طرحی جامع برای مقابله با تغییرات آب و هوا و تشویق به نگهداری از محیط زیست به طوری که آینده‌ای کامیاب و موفق را برای بشر تضمین کند. توزیع عادلانه و منصفانه منابع، رفع بی‌عدالتی‌های اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی آحاد مردم، از بین بردن فقر مفرط و تأسیس سیستم‌های اقتصادی که بهبود وضع تمامی اعضای جامعه را به جمع‌آوری و انباشت ثروت توسط معدودی افراد مزیت طلب اولویت می‌دهد. رفع تبعیض نژادی، جنسی، دینی و غیر آن. وحدت واقعی تنها زمانی حاصل می شود که عدالت حاکم باشد و این مستلزم شناسایی نظام‌های ظالم کنونی و از بین بردن آنهاست. استقرار و تأسیس یک حکومت جهانی که از اصول عدالت، انصاف و خیر عمومی حمایت کند. همچنین حل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها و ترک جنگ به عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات. اگرچه بسیاری از بحران‌های جهان به دلیل چند دستگی مذهبی تشدید یافتند، اما آیین بهایی با این بینش که دین باید در جامعه یک نیروی وحدت بخش باشد، دیدگاه منحصر به فردی را ارائه می‌دهد. دین حقیقی انگیزه‌ای در افراد ایجاد می‌کند که خود را شهروند جامعه جهانی تلقی نمایند و برای بهبود آن بکوشند. بهاءالله غالباً به وضعیت وخیم جهان اشاره می کرد. اریاح یأس از جمیع جهات در عبور و مرور است و انقلابات و اختلافات عالم یوماً فیوماً در تزاید است. رگ جهان در دست پزشک داناست، درد را می بیند و به دانایی درمان می کند. بهاءالله همچنین نوشت: اگر سراج دین مستور ماند، هرج و مرج راه یابد، نیر عدل و انصاف و آفتاب امن و اطمینان از نور باز ماند. بحران‌های جهان هم چالش‌ها و هم فرصت‌هایی برای رشد و پیشرفت ایجاد می‌کنند. دیانت بهایی چشماندازی از جهانی متحد و پر از عدالت و معنویت ارائه می‌دهد و چراغ امید و منبع الهامی است برای کسانی که در جهانی محتاج به شفا و آشتی حاضر به مشارکتند. با پذیرش اصول وحدت، عدالت و تحول معنوی، افراد و جوامع می توانند در حل مشکلات زمان ما و در جهت آینده‌ای درخشان تلاش نمایند. پیروان حضرت بهاءالله به بهائیان معروفند. آنان فعالانه پیام شفابخش او را که مبنی بر وحدت و عدالت است در 100,000 محل و در بیش از 200 کشور و سرزمین آموزش می‌دهند. دیانت بهایی از نظر گستردگی جغرافیایی دومین دین جهان محسوب می‌گردد. Hi, I am Maya Artificial Intelligence. Thank you for your interest in the Baha'i Faith.
The Baha'i Faith is a world religion whose purpose is to unite all peoples of the world and to establish a civilization founded on unity, justice, and equality. Baha'is are the followers of Baha'u'llah, who is the promised one of all ages and the great spiritual educator for our time. Baha'u'llah teaches that there is one loving Creator, God, who is unknowable in essence but makes himself known by sending divine educators to humanity to revive the hearts and awaken the souls. He taught that all humanity are like flowers of one garden, and that the earth is but one country and mankind its citizens. You can click on this link to ask me your questions about Baha'i Faith.